به نام خدا، با سلام و درود به شما مخاطبین گرامی. علت تعلل ایران در پاسخ به اسرائیل چیست؟ تعلل ایران در پاسخ نظامی به اسرائیل ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. تهران را به اتخاذ یک رویکرد محتاطانه و تدریجی وادار کرده است. در این تحلیل به بررسی این عوامل می‌پردازیم. اجتناب از جنگ گسترده. یکی از مهمترین دلایل تعلل ایران جلوگیری از آغاز یک جنگ منطقه‌ای گسترده است. هر گونه حمله گسترده به اسرائیل می‌تواند به دخالت مستقیم کشورهای منطقه‌ای و حتی قدرت‌های جهانی منجر شود. این امر می‌تواند به جنگی تبدیل شود که خسارات جبران ناپذیری برای ایران و همپیمانانش داشته باشد. تهدیدات و تحریم‌های بین‌المللی. ایران تحت فشار شدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد. هر گونه اقدام تهاجمی می‌تواند این فشارها را افزایش دهد. کشورهای غربی و حتی برخی از کشورهای منطقه‌ای ممکن است از این فرصت برای تشدید تحریم‌ها و فشارها استفاده کنند. استفاده از استراتژی‌های غیرمستقیم. ایران به جای اقدام مستقیم، اغلب از استراتژی‌های غیرمستقیم مانند حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه استفاده می‌کند. این استراتژی به ایران اجازه می‌دهد بدون دخالت مستقیم، فشار خود را بر رژیم اسرائیل و متحدانش حفظ کند. این رویکرد به ایران امکان می‌دهد تا ضمن کاهش خطرات به اهداف خود برسد. آمادگی نظامی. ایران ممکن است به دنبال افزایش آمادگی نظامی خود باشد. افزایش تولید و ذخیره‌سازی تسلیحات و ارتقای سیستم‌های دفاعی می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که ایران در حال انجام آن است. این آماده سازی‌ها به ایران اجازه می‌دهد تا در زمان مناسب و با کمترین ریسک پاسخ دهد. دیپلماسی و مذاکره. ایران همچنین از دیپلماسی برای تقویت موقعیت خود استفاده می‌کند. مذاکرات با قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای و دیگر مسائل منطقه‌ای به ایران کمک می‌کند تا زمان لازم برای تقویت موقعیت خود را به دست آورد و از افزایش تنش‌های نظامی جلوگیری کند. استفاده از جنگ روانی. ایران از طریق رسانه‌ها و تبلیغات تلاش می‌کند تا به رژیم اسرائیل و متحدانش فشار روانی وارد کند. این جنگ روانی می‌تواند به کاهش تمایل طرف مقابل به حمله و یا به ایجاد شک و تردید در میان مردم و رهبران نظامی آنها منجر بشود. محاسبات استراتژیک. ایران ممکن است به دنبال زمان مناسب برای اقدام باشد. در این رویکرد ایران ممکن است منتظر فرصت‌هایی باشد که بتواند بدون مواجهه با عواقب سنگین به اهداف خود برسد. این فرصت‌ها می‌تواند شامل تغییرات سیاسی در منطقه، تضعیف قدرت‌های مخالف و یا به وجود آمدن اختلافات داخلی در میان دشمنان باشد. در نهایت، تعلل ایران در پاسخ به اسرائیل به معنای انصراف از این اقدام نیست، بلکه نشانه‌ای از پیچیدگی و دقت در محاسبات استراتژیک تهران است. ایران در حال بررسی شرایط و استفاده از ابزارهای مختلف برای حفظ منافع خود و کاهش ریسک‌های ممکن است. متشکرم از توجه شما. برای دیدن تحلیل‌ها و خبرهای جدید لطفاً لایک و سابسکرایب نمایید. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدار.